فصل با داخل جریمه گاه فرصتی نوبتی برای ضربه زدن میتوان با یک افسانه‌ای خیلی خوفناک گذشت. ضربه با طرف دروازه خولی و توپ به دروازه وارد میشود دوستان ارجمند. یکی از گل‌های زیباترین نه تنها این دور بلکه در مجموع چمپیونات تاجیکستان لیگ عالی 2026 را محمدجان ناسکوف به هدف میرساند. در دقیقه 90 جمع 6 بار دیگر متوجه میشویم به همین وضعیت. سر اول توپ در پیش دروازه به زمین فرود آمد، بعدا و تیر دروازه رسید و وارد آن گردید. حساب رقابت 4-2